سلام به همگی رفقا. خیلی ممنونم از تک تک شما بابت الطافتون و محبتاتون و انرژیاتون و تبریک‌های قشنگ، آرزوهای قشنگ که برام کردین در روز تولدم. ببخشید با این اوضاع احوال و این صدای نخراشیده و این سر و کله متورم و تب و لرز دارم حرف میزنم. خب حالا میگم مگه مجبوری؟ نه واقعا، فقط از سر ادب بود که بیادبی نکرده باشم و تشکر کنم ازتون و سپاسگزاری کنم بابت الطافی که داشتید. خیلی متشکرم از همگی شما بابت همه این سالها و دوست دارم امشب در روز تولدم از همتون تشکر کنم بابت همه این سالها. حالم میریختی، ربطی به تب و لرزم نداره واقعا. اگه در همه این سالها کاری ساختم دوست داشتید، خدا رو شکر. اگر کاری ساختم، چیزی گفتم از سر نادونی، بچگی، هرچی که دوستش نداشتی ازتون معذرت میخوام و بی اندازه سپاسگزارم. من به معنای واقعی جلوی چشم شما قد کشیدم از 18-19 سالگی که وارد این کار شدم و الان دیگه 43 سالم شده و 43 تا بهار دیدم. داشتم فهم کردم که به معنای واقعی کلمه این جمله بدیهی که خیلی مواقع شنیدیم، آدم ها وقتی میخوان تو روز تولدشون آرزو کنن شمع کیکشون رو فوت کنن، بدون تردید با همه وجودم به این جمله اعتقاد دارم که خوشبختی و رستگاری امر فردی و شخصی نیست و یه امر جمعیه بدون تردید. برای همین در این روزگار عجیب، روزگار پرحادثه و روزگار نگران کننده، آرزو میکنم سلامت باشیم، شادمان باشیم و در آرامش. هرچند که نگران کننده تر از این حرف هست روزگاری که درش نفس میکشیم، اما میتونیم آرزو کنیم. و یاد قدیم تر افتادم، خیلی عادت به شعر خوندن اینا نداره، اما حالم تو تولد 43 سالگیم این بیت عجیب حافظه که خیلی دوستش دارم. فکر میکنم اگر بتونم تلاش کنم اندکی به سمتش نزدیک شم و حال هممون یه جوری باش گره بخوره و به گوشه قلبمون آویزونش کنیم، شاید حالمون بهتر باشه. مبادا در پی آزار و هرچه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. خیلی دوستتون دارم، مخلصیم. ببخشید باز با این صدا و احوال، فقط خدا میدونه برای اینکه بیادبی نکرده باشم بابت این همه پیام و لطف و محبت اومدم و این ویدیو رو گرفتم. مخلصیم، خوب باشین، بهترین رو براتون آرزو میکنم. بازم ممنونم به خاطر بودنتون.